به خبری که همینک به دستمان رسید توجه بفرمایید. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور امروز در ششمین همایش جامعه مدرسین و علمای بلاد ضمن یادآوری جایگاه روحانیت و رابطه آن با نظام اسلامی به سفر سال گذشته خود به عراق اشاره کرد و گفت در این سفر آمریکایی ها طرحی برای ربودن من داشتند که وقتی از این طرح با خبر شدیم یکی دو برنامه را در عراق تغییر دادیم و آنها موقعی متوجه موضوع شدند که در آسمان به سمت تهران حرکت می کردیم و به فضل الهی ناکام ماندند و هنوز هم مبهوت هستند. وی در خصوص موضوع هسته‌ای گفت این موضوع از نظر ما تمام شده و در بازی جدیدی که آغاز کرده اند به نتیجه نخواهند رسید. رئیس جمهور افزود اگر دستی به سوی ایران بلند شود به سرعت و با قدرت قطع خواهد شد. احمدی نژاد همچنین گزارشی از عملکرد دولت در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرد و بعد از بیان علل گرانی تدابیر دولت را برای کاهش تورم توضیح داد.